امروز به من یکی از جنرال هایی که بسیار دوستی نزدیک است و در حکومت کار میکند زنگ زده بود و گفت که واقعا روحیه مردم، نفرین مردم هم در خود تاجیکستان دیگر شده است و در وزارت دفاع، در وزارت امور داخله، در KGB بسیار آدمان بناموس، آدمان بشرف هستند که به ما وعده دادن و قول دادن که یگان وقت اگر ما میتینگ کنیم بر ضد مردم تیر نمیکشند و به طرف مردم میگذارند. ما به این برادران سلام آتشین میرسانیم، ما به این برادران فخر میکنیم و وعده میدهیم که در حکومت آینده تاجیکستان آنها حتما بهترین موقع را صاحب میشوند و برای تاجیکستان خدمت میکنند. چیز دیگری که من شنیدم این یک خیلی عصبی شدن رحمانوف و سیدمومین یتیموف رئیس KGB تاجیکستان است. موافق معلومات های ما ایمیل آنها کوشش میکنند که تمام تلفن ها را گوش کنند، مثلا تلفن های شخصی سیاسی، نماینده های جامعه شهروندی، ژورنالیستا، بیزنسمنا و آدمایی که مخصوصا تاثیرگذار هستند میخواهند که تمام تلفن های آنها را کنترل کنند، پشته های الکترونی آنها داخل شوند در فیسبوک، در ادنکلاسنیک، در جاهای دیگر و فهمند که ما به چی کار مشغول هستیم و در چی خیال هستیم. من رسما به سیدمومین یتیموف رئیس KGB تاجیکستان حسابات میدهم به خاطر آنکه به دوستان من فشار ندارد، به خاطر آنکه مردانه باشد، به خاطر آنکه مثل یک بوزک گپ یک سه گوش نکند، آماده هستم که حسابات را به سیدمومین یتیموف بدهم و سیدمومین یتیموف اینا برد بالای استاد رحمان ماند. یکم ما واقعا مردم تاجیکستان برای یک انقلاب سبز، برای یک انقلاب آفتابی، برای یک انقلاب آزادی مبارزه میبریم و تمام مردم تاجیکستان را به این مبارزه دعوت میکنیم. برای ما مهم نیست کمونیست بودن یا دموکرات بودن، اسلامی بودن یا لیبرال بودن. امروز وظیفه هر یکی ما آن است که برای در همین انقلاب اشتراک کنیم و بیرق انقلاب را، لوای انقلاب را، پرچم آزادی را در تاجیکستان روشن کنیم. در سیاسی بین‌الخلقی باشد، نماینده های ما، نماینده های مخالفین تاجیکستان با تمام کشورهایی که به تاجیکستان مناسبت دارند ما رابطه داریم. در گرمانیا، در ایران، در امریکا، در ازبکستان، در روسیه و در دیگر کشورها ما به طور رسمی با نمایندگان این حکومت ها گفتگو ها می‌گذاریم، دید و بادید داریم و برنامه های خود را پیشنهاد میکنیم. وظیفه اولین درجه ما در این گفتگو ها نشان دادن آن است که رحمانوف یک دیکتاتور است. رحمانوف تاجیکستان را به یک تشکیلات خصوصی، به یک کاتیراتی، به یک کلخوز بدل کرده است و رحمانوف آینده ندارد. ما هم به ایرانی ها، هم به آلمانی ها، هم به روس ها، هم به ازبک ها و هم به برادران دیگر میفهمانیم که اگر شما رحمانوف را دستگیری کنید نفرت مردم تاجیکستان به شما بیشتر می شود و اگر شما میخواهید که با تاجیکستان مناسبت خوب داشته باشید باید تمام همکاری ها را از رحمانوف برکنید و با رحمانوف دوستی نکنید. و اولین چیزی پیغام نیتی که من از مسکو گرفتم، شاید در فیسبوک هم خونده باشید، یکی از دوستان ما که در کرملین است خبر داد که برای ما یانوکوویچ رهبری گریزه اوکراین سبق بهترین شد و ما یگان وقت نمیخواهیم که به خاطر رحمانوف مناسبت خودم با مردم تاجیکستان بد کنیم. سیوم، ما در تمام شهرهای روسیه مردم را برای آن دعوت میکنیم که تا ماه دکامبر از همین روی سر کرده آخرش تا دکامبر به وطن برگردند و دیگر مردم به مهاجرت نآیند تا دمی که ما رژیم رحمانوف را سرنگون نکنیم. بله، پونت چهارم، اگر رحمانوف میخواهد یا نمیخواهد، اگر رحمانوف میمیرد یا نمیمیرد برای ما فرقی ندارد. این سال آخرین سال برای ما است. این سال آخرین نبرد ما است. این سال آخرین سال برای رحمانوف است و رحمانوف میخواهد یا نمیخواهد ما این سال رژیم رحمانوف را سرنگون میکنیم. این است کارهای ما. پنجم، بله، ما با تمام مردم تاجیکستان برای ما فرق ندارد تاجیک یا ازبک، روس یا تاتار، هر کسی نباشد
ما به همه آنها پیام میفرستانیم که با ما در یک صف باشند و امروز ما به تمام برادرانی که امروز در افغانستان هستند، در سوریه هستند، در پاکستان هستند، در کوههای تاجیکستان پنهان شدند، به همه آنها مراجعت میکنیم که ما باید این سال همه به وطن برگردیم و هر کار از دستمان میآید کنیم. نفری که میتواند به سیاست مشغول باشد کار سیاسی پیش برد. روزنامه‌نگاران باید مقاله های عالی جناب تحلیلی و تنقیدی نویسند. شاعران باید برای ما شعار نویسند. علامه های اسلام باید برای ما از حدیث و آیت ها تنها همون دلیل های داریم که ما را به ناموس، برای مبارزه، برای جهاد، برای عدالت دعوت میکند پخش کنیم. و چیز دیگر، ما امروز علتای نیستی تمام آنهایی را که برحمان مثل سگ خدمت میکنند داریم و باید آنها دانند که اگر یک تاری موی سری یک نفر از طرفداران ما کنده شود ما سر آنها را میتراشیم. دیگر وقت آن نیست که چطوری که پیش بود آنها دوستای ما را میکشتند ما خاموش بودیم، آنها دوستای ما را زندان میکردند ما خاموش بودیم، آنها دوستای ما را تحقیر میکردند ما خاموش بودیم. نه، دیگر وقت خاموشی نیست، دیگر وقت آن است که ما برای شما، برای هر یک عمل شما، برای هر یک رفتار شما، برای هر یک زشتی شما ما آماده هستیم که پاسخ بدهیم، پاسخ بهترین